یه سری از فامیلایی که میگفتن که من به شمالی میگم بعدم میخوام ترجمه کنم که هر قدیر ریکام تم برو قدیر معتاد و بی ریکام معتاد بونو لاتلوت و ویم آخر چی نبونو تم بونو. اینایی که میگفتن قدیر خودش معتاده و پسرش هم که همش الکلی و مست و لاتلوت و نه درسی نه هیچی، تا 12 بعد از ظهر میخواب و 5 صبح میاد خونه و جنده باز و قدیر خودش نمیدونم دنبال شیشه است و کرک و اینا. یه سری ها میگفتن، فامیلای ما نبودن، اونا دشمن ها بودن. همون پسر قدیر و معتاد و پسر الکلی برادر من، حالا دیگه دیدی که گواهینامه رو میذاری مشهد میخوای هتل رو بگیری، اولین سوالی که ازت میکنه اسلامی چلندر آیسی چی میشه؟ ما که بخشیدیم ولی شما محکم بگید پسر